به نظرتون اسمارت مانی امروز چه نقشه‌ای داشته؟ از اول بازار یک فروش کاملا مشخص و میبینید که اسمارت عامه مردم خریدار بودن روی تابلو، اما آخر بازار یک خرید پنهانی انجام داده. امروز برآیند ورود پول به بازار 873 میلیارد توسط عامه مردم، 174 میلیارد توسط اسمارت مانی بوده و اگر دقت کنید 40000 واحد شاخص کل، 6400 واحد شاخص کل هم‌وزن و اکثر نمادها آخرین معامله ها خوب بوده. شاید شما فکر کنید به عنوان مثال خودرو امروز باید حتما صف خرید می‌شده. نه، بازار وقتی کلیت و حال خوبی داشته باشه میتونم بگم حال بازار خوبه، ولی یه مقداری نگران هم کرد. بازار از 75% مثبت رسید به 62%. ارزش و معاملات دهانیم همتی نشون میده که خیلی کار بازار خراب نشده، یعنی خالی انجام نشده و سرانه خرید بازار 61 میلیون، سرانه فروش بازار 54 میلیون و حدود 1000 میلیارد پولی که وارد بازار شد. اگه دقت بکنید هم رنج منفی داشتیم امروز روی تابلو، هم رنج مثبت، یعنی 38 به 34 و هولوش تقریبا 157 تا نماد صف خرید و از طرف دیگه حدود 52 تا نماد صف فروش. این نشون میده که بازار پویاییه. بریم ببینیم اسمارت مانی امروز چیکار کرده توی ارزش و معاملات و خرید و فروش. 26% فروشنده، 25% خریدار و بازاری که سقف قبلیش رو تونسته پشت سر بذاره. ارزش و معاملات 10 همتی ما بالاتر از متوسط 3 روزه، بالاتر از متوسط 10 روزه است، پس نشون میده که حال بازار خوبه. اگه دقت کنید ارزش و معاملات 10 روزه بازار هولوش تقریبا 9.7 همته، پس حال بازار حال خوبیه. بریم با هم دیگه نگاهی بندازیم به شاخص کل، ببینیم اوضاع در شاخص کل چگونه است و چه مدلی میشه روی تابلوی معاملات بازار یک تصمیم گیری ویژه رو داشت. من شاخص کل اگر بیارم، بارها و بارها هم گفتم بهتون آقا الان شرایطی که وجود داره روی چارت و شرایطی که وجود داره در نقش پولبک میشه بازار رو در نظر گرفت. کاملا مشخص بازار سقف قبلیش رو شکوند، اومد پولبکش رو تکمیل کرد و حرکت به سمت بالا. پس این یعنی ورود پول، حد ضررمون رو میذاریم زیر 3250 و سعی میکنیم از این روند صعودی لذت ببریم. حالا کدوم نمادها به نظر بهتر میان با این نقشه معاملاتی که الان بازار داره؟ کدوم یکی از صنایع جزء جذاب‌های ما هستن؟ قطع به یقین اگر ادامه استوری‌ها رو با من همراه باشید، روی یه سری از نمادها من نظر دارم. به عنوان مثال نماد خودرویی، گروه فلزات، گروه بانکی که توی ادامه استوریای توی یوتیوب بهتون خواهم گفت که از بین اصلا گروه فرآورده‌های نفتی شپنا منفیش آیا تهدید یا فرصت.